سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو میخوام بهتون آموزش بدم چطوری یه فارم TNT بسازید که سریع آیرون، دایموند و غیره پیدا کنید. زمین رو رسما براتون سوراخ میکنه. خب برای اینکه این فارم جذاب بسازید به 6 تا اسلایم بلاک نیاز دارید: یه ماین کارت، یه دتکتور ریل، یه کورال فن، یه فنس، استیکی پیستون، 2 تا ابزرور، بلاک، هر بلاکی دلتون میخواد، TNT و لول. خب برای اینکه اول بسازید حداقل 9 تا بلاک برید بالا. این 2 تا 3 4 5 6 7 8 9. خب اون 8 تا رو خراب کنید. این یه دونه. بعدی این شکل 3 تایی رو درست کنید. بعد یه دونه فنس بذارید اینجا، یه دونه TNT زیرش، بغلش هم یه کورال فن میذارید. بعدش دوباره با اسلایم بلاک هاتون از بغل فنسه این سه تا بلاک رو درست کنید. بعد یه دتکتور ریل بذارید، یه دونه هم ماین کارت روش. بعد از اینا این چی اسمش استیکی پیستون رو اینطوری قرارش بدید، باید روش این ور باشه. اول 2 تا بذارید، اینو خرابش کنید، یه دونه بذارید تا درست بشه. بعدش یه دونه ابزرور به اینطوری بذارید، اونو خرابش کنید دوباره تا صورتش به اون ور باشه. میبینید که وقتی اونو بذاریم ابزرور رو شروع میکنه به کپی کردن و انداختن TNT به فان. حالا برای اینکه دستگاه رو خاموشش کنیم 2 تا بلاک میذاریم، خرابش میکنیم، یه استیکی میذاریم و با یه لول میذاریم اینجا و بزنیم قطع میشه. میبینید که چقدر سریع این همه از زمین رو برامون کند. یک عالمه بلاک همینطوری میتونیم مثلا جمع کنیم. باشه میزنیم بایستا میزنیم اینجا، چون سرزمینش فلته سریع به بدراک میرسه. این بدراک ها رو بزنیم. رسیدیم به بدراک. خب ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. حتما کانال ما رو دنبال کنید، این ویدیو رو هم لایک کنید. تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.